پشه آیدس آلبوپیکتوس برای تولید مثل فقط به مقدار کمی آب نیاز داره، حتی فقط یه قطره آب. پشه آیدس آلبوپیکتوس تخمهاش رو معمولاً روی دیواره داخلی ظرف‌ها نزدیک سطح آب یا کمی بالاتر از اون میذاره، نه مستقیما داخل آب. این تخم‌ها توی شرایط مناسب معمولاً طی 1 تا 3 روز باز میشن و از اونا موجودات ریز و کرمانندی به اسم لارو توی آب بیرون میاد. این موجودات چند روز توی آب رشد میکنن و بعد وارد مرحله شفیره میشن، مرحله‌ای که حدوداً 1 تا 2 روز طول میکشه. بعد از اون پشه بالغ از آب خارج میشه. در مجموع این پشه میتونه توی شرایط مناسب فقط طی 7 تا 10 روز از تخم به پشه بالغ تبدیل بشه. به همین دلیل حتی مقدار کمی آب راکد توی ظرف‌ها میتونه خیلی زود به محل رشد پشه تبدیل بشه، مثل ظروف یه بار مصرف، زیرگلدونی‌ها، تایرهای فرسوده، سطل آب، ناودون‌ها، بطری‌های رها شده، درپوش بطری نوشابه آب، قوطی‌های کنسرو، شیار تنه درخت‌ها و سپتیک تانک‌ها. بیشتر محل‌ها دقیقاً اطراف خونه‌های ما هستن. هر چیزی که بتونه حتی یه قطره آب رو برای چند روز توی خودش نگه داره میتونه به عنوان یک زیستگاه محل رشد و نمو به پشه آیدس آلبوپیکتوس باشه. جالبه بدونید حتی در یه بطری که داخلش آب جمع شده باشه میتونه محل تولد 10 پشه باشه. با خالی کردن، خشک کردن، وارونه کردن و پوشوندن ظرف‌هایی که آب توشون جمع شده میتونیم جلوی تکثیر این پشه ها رو بگیریم. توی قسمت بعدی این ویدئو درباره راه‌های ساده‌ای صحبت می‌کنیم که میتونه شما و خانواده‌تون رو از گزش این پشه محافظت کنه.